با سلام خدمت همکاران محترم. دستگاه پاورمیتر OPM 5000 رو خدمت شما معرفی می‌کنیم. این دستگاه بسیار کاربردی و دارای قابلیت‌های مختلفی هست که سعی داریم به طور خلاصه به آنها اشاره کنیم. پاورمیتر OPM 5000 جهت تست فیبر نوری استفاده می شود و دارای لایت سورس VFL 20 کیلومتر، پورت ماژول سفپی جهت تست انواع ماژول سفپی هست که به ترتیب سعی داریم تست ها رو انجام بدیم. برای شروع تست ها نیاز هست روی دستگاه ماژول سفپی نصب بشه. شرکت سازنده یک عدد ماژول SFP همراه دستگاه ارائه میده. در خصوص قابلیت پاورمیتر این دستگاه نیازی به دستگاه دوم به عنوان لایت سورس نیست و فقط کافیه با فشار دادن این دکمه به مدت 5 ثانیه سورس دستگاه روشن بشه. طول موج پاور سورس و پاور میتر هماهنگ هست. دستگاه به طور پیش‌فرض طول موج 1310 رو انتخاب میکنه و این طول موج قابل تغییر هست. برای تست از یک پچ کورد و از یک مدیا کانورتر کمک میگیریم. از این قسمت توان دریافتیمون منهای 11 تقریبا dBm هست و توان ارسالی منهای 6 dBm. قسمت پایین صفحه اطلاعات مربوط به ماژول سفپی شامل دما، ولتاژ تغذیه و جریان مصرفی هم میتونیم مشاهده کنیم. جهت ذخیره این تست از این دکمه استفاده میکنیم. البته برمیگردیم به صفحه قبل و تستمون رو ذخیره میکنیم. ذخیره شد شماره 1. جهت بازبینی تست ذخیره شده دوباره از این قسمت تست ذخیره شده ما اینجا قابل مشاهده هستش. با تشکر از توجه شما.